وقت بخیر بیننده های برنامه دیگدار و تنور، خوش آمدین به برنامه. و امروز میخوایم بر شما چبلی کباب و تصویر بکشیم که چبلی کباب چه قسم آماده میشه، کدام مواد لازم است و مزهش چه قسم است. و جایی که ما آمدیم بسیار یک جای مقبول است، جای قدیمی است، جایی که قدیمی کشور ما هست و ما اینجا آمدیم و میخوایم چبلی کباب به شما به تصویر بکشیم. اینجا است مرادخانی. مرادخانی یکی از مناطق قدیمی و مشهور شهر کابل است. دوستان میفهمید چرا به این نام یاد میشه؟ زمانی که تیمورشاه درانی پایتخت را از قندار به کابل انتقال داد، این منطقه را که کنار دریای شهر کابل است به یکی از فرمانده و سران قوم قزلباش به نام مرادخان به قسم تحفه عطا نمود که بعد از او این منطقه به نام مرادخانی یاد شد. و اکثر خانها و سران قوم قزلباش که در دربار صاحب مقام و منزلت بود در این منطقه زندگی میکردند. خانه های این منطقه بسیار مقبول، قدیمی و زیبا است. بله، و حال هم در یکی از چبلی کباب پزی این منطقه هستیم که بسیار یک چبلی کباب مزه‌دار پخته میکنه و بسیار توصیف هم از یا شده که ما آمدیم به دیدن از یا و میخوایم که همین چبلی کباب برای ما و شما پخته کنه و تاریخش رو بگه و کدام مواد لازم است. اینجا همراه ما است برادر. ما میخوایم اول نامش رو بفهمیم کی هستن. سلام. خوب هستین؟ سلام. نامتون؟ محمد صبور است. محمد صبور. چی میگن آواز آهنگاست؟ نه، اینجا بسیار جای تاریخی است، بسیار جای مقبول است تا آهنگای قدیمی را میمونن و کابل قدیم نامش است. خب آره صبور جان، بر ما میگه که همین چبلی کباب میفهمی که از کجا آمده، یا از افغانستان خودمون، از وطن خودمون است که کس دیگه تهیه میکرد؟ نه، چبلی کباب اصلا از خود پاکستان، کشور پاکستان که به نام پشاوری یاد میشه. پشاور پاکستان. یعنی که از کشور پاکستان است و نام چبلی کباب پشاوری هم میگنین؟ بله. خب صبور جان، بر ما حالا میگه مواد لازمش چی هست و طریقش بر ما میگه چه قسم پخته میشه؟ مواد گوشت است، یک گاز زیادتر کمی که مفتر چون مزه‌دار به آرد بندازیم. دیگه از مواد چیش تخم گشنیج است، سیر است، نمک چینی است و نمک ساده برای طعم میشه. خب بله. کسی که مرچ بگه با مرچ زیاد میندازیم، کم میندازیم، هر رقم از به من نفر. خب برای من یک مرچ کم مرچ زیاد پرتا. مرچ زیاد پرتا. خیلی خوب. و مواد از این چبلی کباب حالا مخلوط شد دیگه، آماده به پختن است. ما بسیار ورخطاست و میخوایم ایدون چبلی کباب تو پخته کنیم که باز صبور بفهمه من چقدر کارگر هستم. سایت ما خوب گوشی قری صابون که باز کار مردار بعد. نه بخیر از این. خب من اصلا خودم میشم بابو که چرا دستکش کشیدی خودت؟ دستکش خودم میشم دو از روغن با دستکش میسازم. آفرین، گود پاین. خب بریم بخیر. خب سایس بسم الله. میرم بخیر طرف کار و ببینیم که چبلی کباب چه قسمیه. باور میکنی؟ وقت دیگه یاد دار مرد تو را برم ور نشرمونی جا. ما بسم الله. رئیس دا. یه قدر که چیزی میکنی باز ما ببینیم که چی رقم؟ یاد نگیرید. تو بیان تصویر شبیه که کارم کنه که چبلی کباب من خراب آمده تقسیم نه آمده. خب اینا یعنی تو هم دیگه چی میگن بازار رو بستی هم رو بیاد کردی. خب خیر. آل تخمم برای من داخت و چبلی کباب پخته میشه. تا اینکه پخته میشه من میرم طرف چی بگن یک سماور بوده اونجا نه؟ یک چایک به خود دم میکنم، چایک سبز بورا میخورم دیگه، باز ایران بیار بخیر جای میخورم. صحیح؟ شاگرد بخیر بگو دیگه. بله دوستا، اینجا جایی است که بدر ما اینجا چای دم میکنه و یک دونه سماور بسیار قدیمی و خوبکش دیگه اینجا هست. ما میخوایم چای به خود دم بکنم. این که به من کاری میکنه نمیکنه خودش میگه سلام. سلام. خوب هستی؟ خوب هستی. نامت؟ نام امید. امید جان. چی کنم؟ من میخوایم چای دم کنم به خود. دم میکنم. نه من خودم میخوایم دم کنم. خودت دم کنی؟ بخوای چی کنم؟ باید من چای بر بیارم. خب چای برم میارم و باز برم کش کن. خیر. یک چای سبز پرتو؟ چای سبز. ببینید چقدر ساکشون منظم است، جالب است، اما کلتش قدیمی است و خیلی خوشایند است. پرتو چای سبز. چای سبز پرتو؟ زیاد تلخش نکنی خوب؟ نه خودت دم کن. نه.
خدا نسوزانیم. خب آفرین. زیاد جوش است؟ دیگه جوش است. خب بس دستم سوخت والله. اما خب بس است. یک قاشق چای بهم یک چایدنگ سعی می‌کنم. گیلاس کارم ببینیم که چقدر ناز است. خب ما میریم داخل رستوران و دوباره همراه باشید. جایی که ما هستم اینجا با گفته صابر جان و چی میگن کابل قدیم بسیار جایی که مقبول است و من دو جایی را بسیار خوش دارم. وطن از دیگه وطن که است عزیز است، وطن خود دوست داریم. خب من منتظر هستم که چبلی کباب و ما بیارن و بخورم و ببینم که مزهش چه قسم است. خب فکر میکنم که دوست ما هم سلام. چرا قمارش موندی؟ من خواهد گفتم تنخور تشکر بیدر. تنخور هستم میخی دیگه. خب اینا بخیر چبلی کباب ما رسید و اینی هم چکنیگک چکنیگک چبلی کبابک سلاتک کل چیز اینجا هست. بسم الله. والا از چی میگن از امید توتا کدنش منظار معلوم نیست. خب واقعا مزدار است و باش ما ناچی بگیم صبوره و من تو تون کده ایره بسیار مزدار. یه تو مزه بیده بخوریم. بسیار مزدار. چای در تو یک جایا باشی دیگه چای بخوری و نان بخوریم بسیار مزدار است. دوستا جایتان خالی است نیستین امروز ما دیگه هر جای که هستین خوش آرام باشین و هم چبلی کبابی که ما امروز بر شما ترس تهیه‌اش گفتیم موادش گفتیم و گفتیم چه قسم جور میشه و واقعا بسیار مزه‌دار است بسیار خوشمزه است. داخلش که است تخم است. خب دوستای عزیز یک جهان سپاس از همه شما هموطنان ما، از همه شما علاقه‌مندان برنامه دیگدان و تنور لطف میکنین بسیار زیاد بر ما کامنت میگذارین. ما کامنت‌های شما رو همیشه وقت میخوانیم و اون کامنت جالب هم میباشه بسیار خوشایند است بر ما. حتما در برنامه بعدی از اون حتما استفاده میکنیم دوستا و تشکر از اینکه علاقه‌مند برنامه هستین و برنامه رو هر هفته ببینین. یادتان نره اگر میخواین کدام غذای ما به شما معرفی کنیم پس یادتان نره در کامنت بر ما بگذارید، ما حتما به شما کدام غذا رو معرفی میکنیم. و سابسکرایب، لایک، کامنت یادتان نره چنل یوتیوب تو رو حتما سابسکرایب بکنین و برنامه دیدن و تنور با میترا هیچ وقت فراموش نکنین. این بود برنامه هفته با تا دیدار بعدی که باز هم با شما میباشیم و کدام غذا رو به شما معرفی میکنیم. خدا نگهدارتان، هر جای هستین خوش و آرام باشین، همیشه بخندید. سلام و خوش آمدین به یکی از دیگر از برنامه‌های دیگدان و تنور. خوشحال هستم که باز هم با شما هستم و من میترا هستم و خدا کنه که تا آخرین لحظات با ما همراه باشید. ما امروز باز هم آمدیم در شهر کابل هستم و یکی از رستوران‌هایی که بسیار قدیمی هست و اینجا کباب پخته میشه. بسیار سال بله. خب صحبت‌ها رو ادامه میدیم با دوست ما که اینجا هستن و یکی از مسئولین اینجا هستن. میریم اول نامشون رو پرسان می‌کنیم که هستن و چی وظیفه دارن اینجا. سلام. وعلیکم. خوب هستین؟ شکر. جور هستین؟ شکر. میشه خودتون خودم معرفی کنین؟ ما اسم نور محمد است، ولد امیر محمد. بله. از شهر مزار شریفی باشم. مدتی 40 سال میشه که من به همین کار میکنم. مدت 40 سال میشه که اینا اینجا کار میکنن، کباب پخته میکنن. میشه از که بریم به شروع کار میشه بر ما بگین که چند نوع کباب شما آماده میکنین؟
ما 3 نوع کباب تکه شامی مرغ. بسیار خوب. خب آج صاحب مدت 40 سال است که شما خودتان کار میکنین، کبابی را میکنین. در وقت زمانی که استاد شریف الله که خیلی نامشان مشهور است و همه زیاد میشناسندشان، دو زمان شما باشون کار نمیکردین؟ میکردیم. ما خودش سر میگوره پخت میکردیم. خب اون وقت زیاد کباب شهرت داشت یا یک آله؟ اون وقت هم از اون 40 سال پیش 50 سال پیش امی آقای شریف به می شهر کابل مشهور است، به می شهر نو شهر کابل. خب کباب از خود افغانستان، غذا خود افغانستان است؟ کباب افغانی است، کباب خود جذبه افغانستان است. گوشت هم از وطنی است، گوشت خارجی نیست. کدام گوشت استفاده میکنید؟ گوشت گوساله از وطنی. گوساله. بله. از گوشت گوسفند نمیشه؟ نه، دنبش از گوسفند است باز. بعضی دوستای ما هستن در خانه کباب جور میکنن. بله. بعد میله که میرن وقتی که اجا میرن کباب جور میکنن میخورن. خب کباب چه قسم است؟ اصلش چی رقم است؟ کدام مواد لازم است؟ چه قسم باید آماده باشه؟ یک کباب اون اول شلکشی میشه، اونو میبینیم پرزه و شلکشی؟ شله پرزه شله میشه. میانه انسان مقبول شلکشی میشه. خب یعنی توتا میشه کباب؟ توتا میشه، شله کشیده میشه. اون شله داره بین گوشت پای داره کشیده میشه. بازی ریزه میشه. خب آیسته میشه بر ما بگید که موادی که اخته میشه این کباب کدام مواد است؟ مواد از نمک است، ای پیاز است، سیر است. مقدار ضرورت همیشه؟ مقدار ضرورت هر کدامی مقدار ضرورت است. بازی کم زیره ما مردم استفاده میکنیم. زیره چرا استفاده میکنید؟ به خاطر خوشبو میکنه. بازی نیره اخته میشه یک شب و روز. میمونیم و تبایشو پس به سخت دیر کده میشه با استفاده میشه از دیگران برای خود. خب این سیخای که اینجا هست میشه که خودتون کمی کار کنید ممرتون؟ بله چرا نه؟ بله. خب و حال دوستان اینجا پتنوس کباب هست، پتنوس گوشت است البته. بله مثلا کباب گوشت اخته شده. گوشت طرف کباب گوشت اخته شده. گوشت اخته شده. بله. بر شما گفتن که اول گوشت کوتاه میشه و بعد از هم مواد لازم میشه. گفت که کدام مواد لازم است و زیرا یادتان نره که به خاطر که زیاد مزه‌دار بیه و خوشبو باشه امی گوشت کمک خنبیک داره نه که از اینکه بوش از بین برم زیرا من استفاده بکنین. خب دستکش چرا پوشیدی؟ دستکش که به خاطر نظافت. نه چرا پوشیدی؟ میخوای کار کنی؟ بخوام کار کنم من سراج صاحب کار میکنم اینجا شاگردایش زیاد است و دوستان زیاد کار میکنن. من دیگه گفتم بیا بریم هم صحبت داشته باش و هم کار بکن و شکر از اینکه بعد دستکش آوردی دستکش شستیم. خب بازم میخوام که از دستکش استفاده کنم چون که گفته صاحب نظافت جز ایمان است. ولی واقعا همه چیز سلامت منظم پاک است و خوبش و خوشحال هستین از کارتان؟ بله چرا میگه کسایی که امروز گوشت سر کار دارن جوان میمونه هم ظالم میباشن. نه چرا؟ خب مثلا نه گفان ظالمی نکنین؟ بله نه خب خیر آیسته بازار نمیدیم بگه نوشه شما بخیر شروع کنیم؟ بسم الله گفتم من شروع میکنم. اگر اوگار چیز شدم دیگه مصرف سر شماست. نه اوگار نمیشه این تو نگو دیگه شاید شو چون کباب که سیخ وقتی که زیاد تیز است نه وقتی که امرش میخوای کار بکنی یا گوشت داخل بکنی زیاد تیز است. اگر اوگار شدم دیگه باش شما دیگه جواب بیننده رو باز بدید. صحیح است؟ نه گفان نیست. آجا سیوار کرده که میگه نه خب زیر کمی چی میگن پتنوس بگم یا میگه که مجموعه میگه پتنوس. بله مجموعه کمی که پیش بیارین که من خودم یک سیخ کباب براتون جور کنم که ببینید من چقدر خوب براتون جور میکنم. خب من یک سیخ برادر نخواهید سیخای تانم خراب یک سیخ براتون نه سیخای پدره‌ای است. پدره‌ای چی هنیم؟ نازک است نه آینی نه. بله خب از شوخی میگذاریم آیسته بر ما بگو که گوشت امی کباب شامی چه قسم آماده میشه؟ یعنی کباب شامی از امی خودی امی میبره میدگی از که میبره مدیره میری ماشین میکنی. خب ماشین میکنی پس اینجا میری پیاز گرد میشه دوام کمی زیره زده میشه نمک میشه قدر ضرورت خب برازو دیگه اونو
یعنی اخته کردن مثل اخته کردن کباب دیگه هست؟ نه اون ماشین میشه مشت میشه. خود یعنی اخته نمیشه؟ نه اخته نمیشه. بانجاروبی کدش علاوه میشه. باز دسته خونه آمادگی برای خوردن دیگه. خب کباب مرغ هم همین قسم هست که؟ کباب مرغ هم مساله زده میشه و او اخته جو اگه همون ساعت هم چی کنی و پرانه ولی مشکل نیست. زن از این دیگه مشکلش در گوشت که یک مشکل داره. بله از اما 70 سال قبل یا از 30 سال که شما کار میکنین کدام کباب زد در افغانستان مشهور است؟ مردم مسلم کباب زد استفاده میکنن؟ کباب تکه و شامی ما مشهور است. تکه و شامی. بله تکه و شامی و مثال جایا میان و میبرن حتی که بله من که وقتی که بالا می آمدم دیدم که مردم خارج هم میاین. بله مردم خارجی زیاد میان اینجا از دبی از مردم های چین از خود امریکایی یا عربی زیاد زیاد میان. بله از میان. خب این خوب شد؟ صحیح است؟ خوب نه سخت صحیح نداره شما ما مرقم خود یه سخت صحیح کنید شما خیلی کم پیش میره میشه که مرقم هم نمید این با مرقم خودی زده مید تایدن جور کن؟ نه یعنی گوش نه خیلی مشکل است که من نمیتونم. نه مشکل است. شما چند وقت شاگردی کنید که باز یاد بگیرید. چشم. ما 30 سال شاگردی کردیم شما یک هفته خود شاگردی کنید. یعنی من یک هفته یاد میگیرم. هم تو صحیح دیگه برو تیر بارم یعنی خیر. خب تا که من در خانه کباب پخته میکنیم من تو پخته میکنیم هم تو نیست؟ اینه شما شاید کباب خانه دیگه خانه ما کباب شنی نه خب آیسا گفتی این غلط است نیم؟ نه بلی ها غلط است نیم؟ من اشتباه نمی بود که من در خانه چون من یاد ندارم شما هم خود آدم دیگر ارفایی هستین 30 سال 60 سال 70 سال است کارم میکنین من میخوام که یاد بگیرم در خانه اگر من جور میکنم اما تو جور کنید چه مشکل است؟ نه اون باز با آتش خراب میکنه گوشت سخت میونه؟ گوشت با آتش این خاکسترپور میشه اینه با یک قسم زده میشه که اینه ما برای شما این قسم جور نکنید خوب این قسم غلط است ببینیم که آیسا چه قسم جور میکنه برای ما خب باش میدان سیخ اینه درمیشه که این سری آتش همه تو مانده میشه که مثل که ناله شما این دوانی آتش میسوزه خاکسترپور میشه یعنی اینی گوشت این تو بگیرین دوستا خوب گوشت با مرخم خود زده میشه این حالی گوشت شما این طرز این حالی این طرز زده تو خب سعی است نه سعی شد خب آیسا بر ما بگو که یک خوره کباب چند سیخ میشه؟ یک خوره کباب 8 سیخ میشه 8 سیخ میشه؟ یک خوره از شامی 6 سیخ میشه از شامی 6 سیخ میشه؟ چرا شامی کم میشه؟ شامی به خاطر از اینکه کلان است گوشتش کلان است خب باز از مرغ؟ از مرغ 4 سیخ میباشه آلیت نمیشه داخل ایره خراب ما چیز کردیم چی میگه؟ توتا کردیم ما پستا توتا یه دیگه چه بگیره دیگه قیلی چرا بصرف شده سر از این؟ شما نمیدونید کلام نباش در کارت شما را با کاریتان نمیفهمید نه که من به شاگردا کم نبیر چرا کم نمیری؟ شما استاد شدید ما کرد یاد بگیر چه داره کدام شاگرد لایق است؟ شاگردان زیاد همیش لایق است کدام سابقه دار هستم لایق؟ سابقه دارم یک دو سه نفرش است صدیق است زارجان است اینه خلیف فرید است یا سابقه دارم خلیف فرید است کلش خلیفه است نام خدا همه از یا خلیفه است استاد هستن استاد من خوب نام خدا کارم میکنن خب مگه سوال از دوستان میکنم صحیح است وقت ما خود مهربانی ایسا کار مهربانی تو خوب آدم است سلام خب نامتون ببخشید نام محمد ظاهر محمد ظاهر جان خب کارتون چطور است مشکل نیست انشاءالله مشکل نیست چقدر وقت از خود کار میکنی تقریبا در 30 سال 35 سال نه مخدا 35 سال دیگه سابقه کار هستید روز چند ساعت کار میکنین ما 6 سال میریم تا 6 شام 6 تا 6 شام خیلی خوب و دوستا هم من قسم بله 3 نفر دیگه بخش هستین 3 نفر دیگه بخش هستیم خب این میشه به بگین چی است بلاوسنگ است
چی؟ بلاو سنگ است که از این کار را تیز کنیم. کمک تیز کار رو؟ او بلاو سنگ است که از او کار تیز میکنن. خوبش را گرفتنی هم خراب. چلاک است. کل شکست است؟ خب این کار دار چطور باز اینجا؟ گوشت است. گوشت است؟ یا هم کدام مهارت کار داره که باید بونی؟ یا که هر کس میدانم؟ سعی کنم که ما دم کار بزنیم. این نخواه. نه کار خراب کنیم. این رقم شما سعی کنید؟ فقط جارو و جارو. خواه بسیار خوب. من نمیتونم هم کنم شرم میکنم میگم این گوشت رو تکم این رو تو تکم نه من زنا زور نه دارن زور گمش که تاوان نشه سنم کاله جدا من شما سعی کنیم بای نزدیک باش پرده داره آه اینا تو باشه باز بای نزدیک باش هم پرده داره مثلا سعی کنیم شما بله باشه من بایش پرده داره پرده از آن کشیده نشه پرده از کشیده نشه بازی کباب نمیشه کباب سخت میمونه یک آدم که بخوره بازی دندانش سخت میمونه کل هنر کباب هم میدن پرده کشیسته بله واقعا خب حالا میریم پس طرف واسه تشکر نباشین موفق باشین در کارتان برکت و آجی صاحب خب حالا صاحب بطانتون میشه دیگر دوستان ببخشی بر ما 3 خوراک کباب جور میکنه که همین کباب یک خودمون تو جور کنیم میرم میگیریم بله یک شامی یک خوراک کباب شامی یک شامی یک مرغ یک تکه تکه بله 3 کباب میشه؟ میشه چرا نه خیلی خوب برای شما خب ایران بنویسه ما دوستان منتظر باشید که کباب شامی و کباب تکه کباب مرغ بر ما آیسه خودشان آماده میکنه سر کوره و پخته میکنه بر ما و بعدش من میخورم و میگم که مزهش چه قسم است و معلوم میشه که مزه‌دار هست و بعد از خوردن من بهتون میگم و حال ما جایی هستیم که اینجا کوره داغ است نگاهی صاحب آماده کردیم و کباب گفتی رقم کباب گفتیم شامی کباب مرغ و کباب تکه اینجا آوردیم و آیسه بر ما بخیر پختش میکنه مانده شدیم اکتارم نه مانده نیستی میکنم نیستی مانده؟ خب باش که افتاوم است و اینجا زغال است همینیم؟ بله آتیش است زغال نیست زغال آتیش است؟ بله خب آتش از چوب است دیگم؟ آتیش بلود آتش بلود است زغال بلود نه خب یا چه خبر پخته میشه ایسته؟ در 5 دقیقه در 5 دقیقه؟ بله بسیار در 5 دقیقه همین کباب آماده میشه و باش که شمال است دوستان بسیار شمالک است آیا سید خب چه این دقیقه شمال نیست خب خیلی 5 دقیقه منتظر باشیم تا آماده شود بله 5 دقیقه منتظر باشیم آیا سید یک خوب آدم است شریف است که هر گفت میزه میگه بله یا بله یا خب نه لخصایی دیگه بله نمیگن دیده بیخی صحیح است من مکمکم که ما داشتیم این رو من یاد بده خب وقتی که بخوایی که دوستان دعوت کنی چی باید بگوییم؟ اونجا خبر بگیری بیا خانده نه اینجا چی باید بگویی؟ اینجا چی باید بگویی دوستان بخوایی دعوت بگیم؟ چند خوراک کار داری یا چند میده نه کباب همون تو میگنی؟ کباب تکه خود بگه بلد بگم کباب تکه شامی مرغ آواز تا بلد نشوی سی بلد کباب تکه شامی مرغ خب دوستان عزیز تا 5 دقیقه کباب آماده میشه من میرم در بالا در رستوران میشینم باعث به من کباب آماده میکنه و بعد از اون میخورم و میگم ازش چگونه است بله بریم بالا بشینید شما با اتاق یعنی من کباب براتون روان بگه اینجا هفته بعد کالی شما رو هفته و نزنه خیلی خوب با ما همراه باشید
و دوستای عزیز من داخل رستوران هستم، جایی هستم که فامیلای عزیز اینجا میاد به خاطر خوردن کباب و من همینجا آمدیم و منتظر کباب هستم و ناگفته نمانه تشکر بسیار زیاد از همه شما عزیزانی که بیننده برنامه دیگدان و تنور هستین. تشکر از کامنت های شما و تشکر از لایک شما و همچنان چنل یوتیوب طلوع را حتما سابسکرایب کنین، فراموش نشه و برنامه دیگدان و تنور همیشه بیننده باشین و نظرات شما بر ما خیلی مهم است، بسیار مهم است و تشکر از اینکه بر ما نظرات خودم میفرستید. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ چقدر مقبول. رستوران ما. سلامت زنده باشین. کبابی که من می‌خواستم، سه رقم کباب آماده شد و تشکر. خواهش میکنم. و خودت فکر من کم میشناسم. بله من بچه های صاحب شریف هستم. بچه آقای صاحب شریف است، مرحوم آقای صاحب شریف. بله. بله. چطور است؟ خوب هستین؟ کاربارتون خوب است؟ شکر خداوند شکر میگذره دیگر. میمان نخو نمیشید به کباب. نور جان اختیار خوب. داخل رستوران چون هست؟ بسیار خوب. شما میمان ما هست ان شاء الله سعی کباب بدلتان است نیست. نه والا. دست پخت خودتان است. از خودم بودو جانی که من خودم جور میکنم. خب من چند سیخ از کبابا میگیرم و اینجا به خود جور میکنم در مشقاب که ببینیم که مزهش چی رقم است. نامت تو امرا؟ نام انیل است. انیل جان. تنها فامیل آقای صاحب اینجا شما کار میکنین یا کسای دیگه هستن؟ نه خیر، از فامیل آقای صاحب اینجا ما خودمون صاحب بیادر هستیم، از آقای صاحب بچه‌هاش هستیم. دیگه از اقاربای ما خواهرزادای ما از 11 از دیگه. خب بیشتر هم شما که مصاحبه داشتی 11 بود. دیگه اصل آقای صاحب شریف تقریبا 6 سال میشه فوت کرده پدرم. خدا بخشون. اینجا کجاست مرچ نمک و مساله؟ اون مرچ نمک است. مساله. نه. مرچ نمک و مساله. خب دیگه حتما مرچ سیاه است، مرچ سرخ است؟ نه غوره است، مرچ سرخ است و نمک است. غوری انگور است؟ غوری انگور. بسیار خوب. از این غوری انگورش میگیرم و شما نمیخورین؟ نوش جان دیگه ما مزاحمتون نمیشیم. خوش میکنم. سلامت تشکر زنده باشین. خودتون خوش. خدا بخیر باشید. خب در این فکر بودم که اولی کباب بخورم یا این کباب بخورم. من فکر میکنم کباب اول بخورم بخاطر اینکه هر سی خزیر من بر شما نشان بدم کدام کباب است. این کباب است کباب تکه که گوشت گوساله است که بر شما گفت که استاد آیسب که چه قسم آماده میشد و مواد لازمش هم گفت که چه قسم اخته میشد. کباب تکه بسیار خوشمزه. اگر دوست هستن اینجا دوست ندارن دنباس، من بسیار دوست دارم میرم، بسیار خوشبویش و فایدهش هم بسیار زیاد هستم. مشکل حتما از این استفاده بکنید، زیاد بخورید. کبابش بسیار مزه است دوستا، بسیار خوب شد. و اینجا چتنی هست، این چتنی بسیار تند است، بسیار مزه. من نمی‌فهمیدم از چی جور کردم. فکر میکنم مرچ تازه است و رومی سبز است و همچنان سرکه و همین مواد لازمش هست. بسیار مزه است و بسیار خوبش است. خب امروز غذای افغانی وقتی چای سبز بخوریم مزهش دیگه است. بسیار مزه میاد. چای سبزم همونطور داغ. این بود کباب تکم و واقعا که بسیار مزه بود، خوشمزه بود. حالا دیگه میخوام که کباب مرغ بخورم که کباب مرغ چه قسم است. ببینید دوستا که چقدر مقبول است و دلش میشه که همتون خورده بیری، واقعا خوبش است. نانم نان گرم است، دور از دلتون. خب امیر رومیش هم که بسیار مزدار میکنه. وقتی که میخوای کباب بخوریم امیر رومیش هم بسیار خوشمزه است. بسیار مزدار بود، بسیار مزدار است. و آن هم کباب شامی. یعنی دوستا صبر کنید که بخیر کباب از سر خون چی میگن کم چای بخورم که مریض نشم. منم همین چای، همین کباب، همین چکنی، همین جایی که اینجا هستم جای چی میگن محلی و بسیار خوشم آمدید نمیخورم برم مثلا خانه. خب یا کباب شامی که بسیار مشهور است کباب شامی و
ناگفتن همانه که کباب ها همیشه از وطن خود ماست، از کشور خود ماست که هموطن خود ما آماده میکنه و غذای وطن خود ما هست. کباب شامی من بسیار دوست دارم. و واقعا کبابش بسیار مزه‌دار بود، بسیار خوشمزه بود. شما هم میتونید که از کباب ها استفاده کنین، بخورین، نوشجان کنید، خانه خودتان آماده بکنین و مخصوصا خوشمزه. تشکر بسیار زیاد که تا این دم مرا همراه بودین. برنامه دیدار و تنور بیننده باشین، فراموش نکنین و همچنان لایک، سابسکرایب و همچنان کامنت یادتان نره. خداحافظ تا دیدار بعد و من نرمه میخوام.